قبل از برگزاری دور دوم آزمون صاحبکاری بهترین شهر دوشنبه در سال 2022 محصولات استحصالی برندهای معروف تاجیکستان که در آزمون شرکت فعال داشتند به نمایش گذاشته شد. صاحبکاران در رسته‌ها مال و محصولات و نمود خدمت‌رسانی‌های خود را در سطح بلند معرفی نمودند. جمعیت‌های دارای مسئولیتشان محدود رخام، صفت صنعت، وحدت تکستایل، بازار کاروان، اکیا اوست و автоматив اینداستری، سرمنزل، جمعیت سهامی پوشیده کمبینات شهر دوشنبه و جمعیت سهامی کشاده کانتیننت اینوست با معرفی امکانات‌های استحصالی و خدمت‌رسانی‌های معیشی خود نمایشگاه را غنی و مکمل گردانیدند. مهمانان چهاربینی در هیئت نمایندگان از کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان، معاونان رئیس شهر دوشنبه، وکیلان خلق شهر دوشنبه، رهبریت ریاست سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، نمایندگان از ناحیه‌های پایتخت و مسئولین دیگر ساختارهای مربوطه از نمایشگاه دیدن کردند. گفته شد که با مقصد جلب سرمایه به اقتصادیات جمهوری و معرفی امکانات‌های سرمایه‌گذاری و صاحبکاری تاجیکستان، دوام سال‌های اخیر در شهر دوشنبه یک قطار همایش‌های اقتصادی و چهاربینی‌های سمت صاحبکاری برگزار کرده شدند که همه این ابتکارات در رشد صاحبکاری وطنی سهمی ارزنده می‌گذارد. ما می‌نداریم از رئیس شهر دوشنبه که چنین چهاربینی‌ها رو اما تشکیل می‌کنند و کوشش می‌کنیم که در آینده همچون صاحبکاری فعال من بعد جای‌های کاری زیاد تشکیل کرده سهم خود رو در پیشرفت جامعه گذاریم. دور شهری آزمون صاحبکاری بهترین شهر دوشنبه در سال 2022 را عبدالرحمنزاده معاون رئیس شهر دوشنبه افتتاح نمود. نام برده گفت آزمون صاحبکاری بهترین شهر دوشنبه همساله در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه دایر کرده می شود که مقصد آن قدردانی زحمت صاحبکاران می باشد. اطلاع داده شد که شماره سوبیکت های صاحبکاری در حدود شهر دوشنبه در 9 ماه سال 2023 به 43349 عدد رسید که نشاندهی بی‌نظیر است. در پایتخت تطبیق با ثمر برنامه رشد اجتماعی اقتصادی شهر دوشنبه برای دوره تا سال 2025 مورد عملی شوی قرار دارد که تا این جانب برای بنیاد و برقرارسازی نشاط‌های ساحه‌های گوناگون زیاده از 70% کارها علتهای اجرا شده‌اند. مانیتورینگ اجرای نقشه برنامه از سال 2017 تا سال 2022 نشان داد که سهام‌گذاری و تشبثکاری صاحبکاران پایتخت در اجرای نقشه برنامه بی‌نظیر ارزیابی گردیده نسبت به دیگر سرچشمه و منبع‌های مبلغ‌گذاری بیشتر، یعنی با نشاندهی زیاده از 108% اجرای نقشه افضلیت پیدا نمودند. قدردانی صاحبکاران موفق در آزمون صاحبکاری بهترین شهر دوشنبه در سال 2022 با تقدیم سپاسنامه، افتخارنامه و تحفه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه آغاز شد. در این تالار زحمت‌های آن صاحبکارانی که در رشد و پیشرفت و آبادانی شهر دوشنبه پیوسته سهم می‌گذارند و فعالیت رقابت‌پذیر و شفاف دارند قدر کرده شد. خاطررسان می‌کنیم که به دور شهری آزمون صاحبکاری بهترین شهر دوشنبه در سال 2022 از روی 16 نامینه 16 صاحبکار را خط گرفتند و در این تالار آنها صاحبکاری بهترین در سال 2022 معرفی شدند. صاحبکاران از روی نمونه‌های استحصال محصولات صنعتی وزنین، استحصال محصولات صنعتی سبک، ساختمان، تعمیر و ترمیم، معماری و دیزاین، سودا و خدمت‌رسانی، کاسبی و هنرهای خلقی، خوراک عموم، خواجگیداری شهری و خدمت‌رسانی کمونالی، خدمت‌رسانی طبی و استحصال داروواری، خدمت‌رسانی در ساحه فرهنگ، ورزش و سیاحی، خدمت‌رسانی برای تعلیم، نشریات، دیزاین و رکلام و تکنولوژی‌های کمیونیکاسیونی با سپاسنامه، افتخارنامه و تحفه‌ها سرفراز گردانیده شدند. یکی از هدف‌های برگزاری چنین آزمون‌ها هم دستگیری دولتی و هوسمندگردانی صاحبکاران فعال، رشد اقتصادیات و اجتماعیات و بلند برداشتن سطح استحصالات و خدمت‌رسانی ارزیابی می‌گردد. برای اشتراک فعال در آزمون صاحبکاری بهترین شهر دوشنبه در سال 2022 به نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه‌های شهر دوشنبه هم سپاسنامه تقدیم کرده شد. قدرشناسی صاحبکاران نشان می‌دهد که توجه حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در رشد صاحبکاری زیاد میباشد. یعنی که صاحبکاران شهر دوشنبه بار دیگر خود را همچون صاحبکاران موفق خود را بار دیگر نشان داده بحث رشد صاحبکاری، تامین محصولات با صفت با واردات تکنولوژی معاصر
خودро дар ин озмун муаррифӣ карданд. шоҳҷоизаи озмуни соҳибкори беҳтарини шаҳри Душанбе дар соли 2022 насиби Асрор Мирзоев, соҳибкори муваффақ, директори ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Akia Avesto Automotive Industry гардид. ҷамъияти номбурда бо истеҳсоли маҳсулоти саноати вазнин саҳми худро дар татбиқи барномаи давлатии рушди нақлиёти барқӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон мегузорад. хостам миннатдории хешро ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ва алалхусус ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои қадрдонӣ баён намоям. Ширкати Akia Avesto бори аввал дар даврони соҳибистиқлолии кишвар соли 2022 истеҳсоли силсилавии электробусҳои замонавии сохти Тоҷикистонро ба роҳ монд ва рӯзҳои наздик марҳилаи аввали ин электробусҳо иборат аз 30 адад дар хатсарои шаҳр ба истифода дода мешаванд. дар фарҷоми озмуни соҳибкори беҳтарини шаҳри Душанбе дар соли 2022 баҳри болидахотирии ҳозирин барномаи фарҳангии раёсати фарҳанги шаҳри Душанбе пешниҳод гардид.